خب توی یکی از مخوفترین و بی‌نظم‌ترین و بدطراحی‌ترین موتورخونه های کارواش هستیم. ببینید اینجا ما پمپ اینتر اصلی رو داریم، اصل ایتالیاست، ولی هزینه هاش خیلی زیاده. چرا زیاده؟ دلیل اصلیش نداشتن فشار شکنه. دلیل دومیش کوب شدن با دینام 5.5 اسبه. دینام 5.5 اسب برای یه پمپ 200 بار خیلی کمه. وقتی ما با دینام 5.5 اسب کوب میکنیم مجبوریم از کوپلینگ 8.5 یا کوپلینگ کوچیک استفاده بکنیم که خودش استهلاکش زیاده و در کل ایراده طراحی زیاد داره. این وضع شیلنگا و لوله کشی‌ها و اینا همه باید اصلاح بشه. بر بند وجود طراح اینجا لعنت. ایراد اصلی همون طراح هست. خب اوسکم شما چیکار می‌کنی؟ کوپلینگ عوض میکنم. یکی از ایرادای اصلی که اینجا داره، قاطی ایرادای قبلیش، خرابی شاسیه. این دینام با این پمپ در یک راستا نیستن، باعث میشه که این کوپلینگ ها دائما خراب بشن. همه کارواش ها شاید 1-2 سال یه بار از اینا استفاده داشته باشن، تعویض داشته باشن. اینجا هر 3 ماه یه بار خرابی داره. مرسی، خسته نباشی.